سلام علیکم. بذارید راجع به توقع بعضی از رفقا بگم توی این چنل. من ویدیو میذارم میگم عذر میخوام اگه مناسب نیستم، میان میگن حالمون به هم خورد، فیلتر داری، نمیدونم فلان. میام میگم خب الان من فکر میکنم که شرایطم مناسبه، میگن 8 ساعت رفتی آرایش کردی اومدی واسه یه ریلز کوچیک، اجازه بدید. رفقا شما اگه همین الان اینجا پهنم بشید بگید من مردم، یکی میاد بالا سرتون میگه چرا اینقدر پهن شدی، تو باید بیشتر پهن میشدی. داستان اینه عزیزای دلم، ما تو جامعه‌ای که هستیم اینقدر ناراحتی هست، اینقدر گرفتاری داریم که فکر کنم اصلا این موضوعی نباشه که بخوایم خودمون رو درگیرش کنیم، درگیر کامنت ها بکنیم و این داستان ها. امیدوارم که یه روزی برسه که یه زندگی مسالمت آمیز و کنار هم دیگه داشته باشیم. یه چیزی میخوام بهتون بگم. ما یکی از دوستایی که هر دفعه منو با تافی میبینه میگه بچه دار نشدیم؟ بچه نمیخوایم؟ مثلا تا چند وقت پیش میگفتیم نه نمیخوایم. دیروز پیروز دیدمش گفت بچه دار نشدیم. گفتم چرا؟ ما بچه یه دونه آوردیم. دومی رو نمیخوای بیاری؟ یه دونه تنها باشه؟ شما سنتون بالاست، یه دونه تنها باشه؟ شما همیشه بخواین بر طبق میل یکی دیگه زندگی بکنید، امیال یکی دیگه مونده که تو زندگی شما هنوز وارد نشده، اونم هست. گوش ندید به حرفای کسی دیگه. اگر حیوان خونگی دارید، دوستش دارید، زندگی خوبی دارید تو خانواده، کلمه های بده بره و ولش کن و اینو میخوای چی کار رو، یکی از رفقای ما هست زیر تمام پستای ما کامنت میذاره برید به کودکان کار و اونایی که ندارن کمک کنید، خرجهای نجومی میکنید واسه این حیوان، به چه دردتون میخوره؟ برید بچه داشته باشید، به جای اینکه به یه بچه کمک کنید خرجهای نجومی، این کلمه رو تو همه کامنت ها میگه، خرجهای نجومی برای حیوان میکنید. کدوم خرج نجومی؟ من اصلا خرج نجومی ندارن این بچه ها. کدوم خرج نجومی؟ نمیدونم کی بهتون چی گفته کجا. اصلا خرج نجومی ندارن این طفلیا. که نه اون بستگی به سرپرست داره. سرپرست میتونه خدا تومن خرج بکنه، میتونه نه یه زندگی کوچولو و جمع و جور کنار خودش تو خونه براش داشته باشه. این یه مورد. مگر اینکه اگر شما سفر شمالی میرید، ما به شما نمیگیم خوش بگذره، چقدر خوب که دارید میرید، آفرین، برای خودتون خرج کنید. اگر میرید یه لباس زیبایی میخرید، ما میگیم خوب شد زحمت 1 ماه تو یه شلوار قشنگی خریدی و پوشیدی، مبارکت باشه. اگه من میام بگم چرا پولو دادی شلوار خریدی، چرا نمیری به کودکان کار کمک کنی؟ اون مثالی که شما میزنید روبروش یه همچین چیزیه. هر موقع شما از ابتدایی ترین هزینه های زندگی اون موقع بیایید به من بگید خرج نکن. خدا رو شکر خدا اگر به ما داده تو همه زمینه ها دستگیریم، کمک میکنیم تا اونجایی که بتونیم. کار زیادی که از دستمون بر نمیاد. ما که امکانات یک دولت رو نداریم که از ما انتظار داشته باشیم. ما در حد و اندازه های خودمون کمک میکنیم. خیر داریم تو خانواده، از طریق ایشون ما اقدام میکنیم. به هر حال خیلی ممنونم که اینقدر وجود یک حیوان خونگی میتونه برای بعضیا اینقدر زیبا باشه، اینقدر دوست داشتنی باشه و برای بعضیا اینقدر مورد تنفر باشه و درگیر میکنه ذهن شما رو. ما هیچ مشکلی نداریم، زندگیمون خوبه، کیف میکنیم، عشق میکنیم. یه خانواده 3 نفره کوچیک داریم بدون حاشیه.